سلام عرض میکنم خدمتون. خیلی خوش آمدید به گفتگوی ویژه خبری. پیش از آغاز بحث من یک نکته‌ای لازم خدمت بینندگان عزیزم عرض بکنم. بحث رو شروع بکنیم. نه خیر، هرچی عرض و طول و ارتفاع داشتی میخواستی قبلش بکنی. ادب داشته باش. مهمون دعوت کردی یا دکور؟ درسته که شکل و قیافم به گل میخوره، ولی نه گل دکوری، گل با ضربه سر که رو کردر خودم میزنم. خسته نباشید، خدا قوت. یک توضیح اجمالی بفرمایید که طی این 10 روز گذشته و فرایند بررسی ها چه گذشت؟ در یک کلام این جراحیه جسم ناقص مقام عظما رو بدجور به هم ریخت. طرح مهندسی ایشون یه چیز دیگه بود، یه چیز دیگه عذاب در اومد. مقام عظما اومدن رو قلتک انتخابات سوار بشن، رفتن زیر قلتک که الان با کاردک هم خیلی مشکل میشه جمعشون کرد. دیدی خواب و خیال عوضی چجوری از کار در میاد؟ مثلا یارو شب خواب دید که اسپاگتی خورده، صبح پا شد دید کش پیژامش نیست. مقام عظما همیشه معتقد بودن که بنی آدم ابزار یکدیگرن. اینجا فکر میکردن قیچی رو میذارن و میبرن میرن جلو، ولی الان طوری شده که همه بهشون میگن که مصلحت نظام صلاحیت نداره. حالا مصلحت اندیشی حکم میکنه که بحث رو یه جور برایی درز بگیرید. اساساً مصلحت اندیشی یعنی چی؟ شورای نگهبان مصلحت اندیشی کرده یا خیر؟ مصلحت اندیشی اینه که همین کلمه مصلحت هم دیگه زیاد به کار نبری که کسی یاد مجمع تشخیص و از این حرفا نیافته و جراحی مقام عظما و این چیزا. اگه خواستی در موردش سوال کنی همینجوری یه چشمک بزن بگو بعضی از نامزدا، من خودم میفهمم منظورت رفسنجانیه. گفته شده که در مورد برخی از نامزدها یا شاید حالا عده‌ای هم که شاید حضور دارن موضوع شرایط سنی هم مورد توجه قرار گرفته. آیا این حرف اصلا چقدر قرینه صحت وجود داشته یا خیر؟ یه شب من نبودم احمد خاتمی مشنگ رفت مشورت داد به مقام عظما، انداختش تو این چاه که دیگه 40 تا آدم عاقل هم نمیتونن درش بیارن. مرحوم عووی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض می‌کردم بله، میفرمودن که یارو افتاد تو محاصره آدم خارا. گفت بدبخت شدم. بعد یهو احساس کرد که یه ندایی شنید که نه ترس، تا منو داری بدبخت نشدی. اون سنگ جلو پاتو وردار بزن تو سر رئیس قبیله. یارو سنگر ورداش کوبید، رئیس درجا افتاد دراز به دراز. یارو گفت خدا رو شکر. باقی آدم خورا نیزه به دست دویدن به سمتش. همون نداه رو دوباره شنید، گفت حالا بترس که الان بدبخت شدی. بحث سن و سالم که میخوام بگم همینطوریا شد. تا اونجایی که من میدونم توی قانون راجع به شرایط سنی فکر نمی‌کنم نکته‌ای باشه. خب دارم همینو میگم دیگه. اون احمقی که این بحث رو راه انداخت شعورش نرسید که همین مقام عظما 4 سال فاصله داره با رفسنجانی. جنتی که رئیس همین شورای نگهبانه خودش رو 86 داره برای خودش میچرخه، یعنی از 2 دوره پیش صلاحیت عقلی خودش رده. امام هم که وقتی اومد ایران همسن الان رفسنجانی بود. یعنی اون مشنگی که این بهانه رو جور کرده فکر کرده هافبک وسط میخواد برای تیم فوتبال المپیک که زیر 23 سال باشه. آیه دکتر، من یک سوال رو خیلی صریح میتونم محضرت رو مطرح کنم؟ خیلی صریح. نه حوصله‌ام سر رفته. خداحافظی کن، تمومش کن. بسیار خوب. خیلی متشکرم. روز پرکار و پرفشاری بود. ما چند دقیقه‌ای فرصت برنامه رو اضافه تر ادامه دادیم. 1-2 دقیقه دیگه هم میخوام وقت در اختیار شما بگذارم. وقت اضافه رو تو ندادی، داور داد از اون بیرون. به خاطر مجروح شدنت تو اول برنامه بود که فکت آوردن پایین. الان هم نمیخواد سعی کنی بازی رو بکشونی به پنالتی. خداحافظی کن بره. بسیار خوب. پیش به سوی خلق حماسه سیاسی به فرموده مقام معظم رهبری. از این لوس بازی هم در نیار دیگه. هی ما میخواد بادش نزنیم تو عقلت نمیرسه. 3 کلمه مؤدب خداحافظی کن وگرنه همچی میذارم که شکمت تو زمین خط ترمز بندازه، روز انتخابات تو صندوق بیمارستان رای بندازی. شب خوش و خدا نگهدار.